چطور با ساده ترین شکل ممکن به سبک امپرسیونیسم و تکنیک آلوپریما یه چشم نقاشی بکنیم؟ سلام، حالتون چطوره؟ من آرمانم، مدرس رنگ روغن و قراره به شما سبک امپرسیونیسم رو یاد بدم که اول کار قراره به صورت خیس در خیس یا هم آلوپریما شروع به کار بکنیم. توی قسمت قبلی من چشم رو به شما یاد دادم و این چشم تمام رخ بود و یک مدل نقاشی شده بود. الان قراره برای چشم نیم رخ یک مدل زنده رو، یک عکس رو به عنوان نیم رخ کار بکنیم که پایین اون ویدیو هم 100% اون رو دیدین و اگرم ندیدین بریم ببینین به صورت کاملش، خیلی به دردتون میخوره. اول از همه یه چیزو بهتون بگم، من ترکیب رنگو توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم، پس برین، من اینجا براتون لینکشو میذارم، برین ترکیب رنگ رو از اونجا بردارین و بعد بیاین این ویدیو رو ببینین، واسه اینکه مجبور بشین پاشین برین اول اون رو نقاشی کنین بعد بیاین سراغ این یکی. اونطوری که تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم باید آنالیز بکنیم کارمون رو. این آستر قهوه‌ای هم که زدم یه ویدیو براتون ساختم که چطوری اینجوری آستر بزنین، اون رو حتما، اونم لینکش رو براتون میذارم، حتما برین اینم ببینین. پس اول از همه شروع میکنیم با رنگ ها آنالیز کردن. با قلموی شماره 10-11 فکر کنم، با اون ما شروع میکنیم کار کردن، لکه های درشت میذاریم و کلیت کارمون رو فرم میدیم. همین، یعنی یک لایه آستر رنگی روی کارمون میاریم و هر رنگی رو سعی میکنیم سر جای خودش بذاریم، ولی خیلی نمیایم حساسیت به خرج بدیم نسبت به اینکه رنگمون حالا یه درجه این ور اون ورتره یا اینجا ریز جزئیات داره یا هر چیزی. یه کلیت تشخیص میدیم و اون قسمت تو جهت حرکت پوست رد قلممون رو میذاریم. قسمت های تیره حالا میتونیم با جایی که ظریف ترم میتونیم با قلموی نازکتر بذاریم. حالا قلمویی که من استفاده کردم قلموی شماره 2 تخت هستش. ترجیحاً همونطوری که گفتم سعی کنین قلموهای نه قلموهای زبر، نه قلموهای خیلی نرم، قلموی متوسط استفاده بکنین که اگر سوالی داشتین در مورد برند خواستین توی کامنت ها برای من بنویسین، حتما چند تا برند خوب رو بهتون معرفی میکنم برای اولیه کارتون استفاده بکنید. در مورد رنگ ها هم توی ویدیوی پیش توضیحاتش رو دادم، الانم بهتون میگم. برای تمرین هاتون میتونین از رنگ های ایرانی وستا استفاده بکنین، ترجیحاً سمت بقیه ایرانی‌ها نرین بهتره، چون من کیفیت خوبی ازشون ندیدم. از وستا میتونید برای تمرین هاتون استفاده بکنید، ولی اگر میخواین شفافیت رنگ هاتون بیشتر بشه میتونید از رنگ های وینزور یا برندهای دیگه استفاده بکنید. وقتی که ما این کار رو انجام دادیم، آستر کلی رو زدیم، همون لحظه ما شروع میکنیم رنگ های جدید رو میزنیم، رنگ های اصلی رو میزنیم و این سری قراره با جزئیات کار بکنیم. یه نکته خیلی مهم هست و این نکته رو من هر بار دارم تاکید میکنم، اونم اینه که تمام توجهتون روی این باشه که جهت درست رو پیدا بکنین، جهت درست حرکت رو. من یه مثالی برای بچه ها میزنم، میگم که فکر کن داری یه چیزی رو خلق میکنی، داری اون چشم انسانه رو نشستی داری میتراشی، داری با گل میسازیش، به کدوم سمت حرکت میکنه؟ اگر موجه از داخل حرکت کرده اومده بیرون، یعنی اینجور رشد کرده، رو به همین جهت بیا، برعکس نیا. برای اینکه مثلا حالا سرش نازک بشه برعکس نیا، یا اینکه اگر پوست رو به هر سمتی حرکت کرده جهتش رو پیدا کن و سمت اون حرکت بکن. این خیلی تاثیر داره و به خاطر همینم این سری عکس رو من انتخاب کردم، که عکس چشم خودم البته، به خاطر همین انتخاب کردم که شما بتونین درست حسابی این جهت ها رو نسبت به جهتی که من میزنم تشخیص بدین و تمام تلاشتون رو بکنین، نگاه کنین مدل های مختلف رو، واقعی آدم ها رو نگاه بکنین، ببینین پوست کدوم جهتی دوندوناش حرکت کرده، حسشون میکنین، همه اینا رو حس میکنین. مطمئنم بعد از چند بار نگاه کردن و خوب دیدن اینها رو به صورت کامل میتونین درک بکنین. توجه بکنین، من اول از همه اومدم چند تا لکه های تیره رو گذاشتم، این نکته رو گفتم و دوباره بهتون میگم. اومدم تیره ها رو گذاشتم و آروم آروم رنگ ها رو روشن کردم. توی رنگ روغن همیشه این قانون هست که از تیره به روشن جلو میریم، اما
توجه بکنین توی تکنیک آلوپریما وقتی قرار خیس در خیس کار بکنیم همیشه سعی میکنیم 1 درجه روشن‌تر 2 درجه روشن‌ترمون رو بزنیم و بعد بریم سراغ رنگ‌های تیرمون، به خاطر اینکه خیلی ممکنه اذیتمون بکنه، رنگ‌های روشنمون رو چرک بکنه و به همون اندازه اگر رنگ‌های روشن رو سر جای خودشون نذارین بخواین تیره بذارین به همون اندازه رنگ‌های تیرتون هم رنگ‌های روشن چرک میکنن. این اتفاق ممکنه بیفته، پس خیلی مراقبش باشین، خیلی حواستون باشه کجاها رنگ میذارین. پس اول داده های ذهنیتون و داده های تصویریتون رو جمع بکنین و بعد شروع به کار بکنین. ما اول از همه داریم تکنیک آلوپریما رو جلو میریم که شما بتونین راحت تر کار بکنین که یهویی ما وقتی رفتیم توی سبک امپرسیونیسم خواستیم برداشت لحظه ای از یک تصویر داشته باشیم بدونیم چی رو کجا میخوایم بذاریم. قرار هم نیست بشینیم یه ذره رنگ بکنیم، قراره با احساساتمون و با اون حس‌هایی که دریافت میکنیم، با اون نور و شکلی که دریافت میکنیم خیلی سریع اون فرم رو به نتیجه برسونیم رو و حالا نقاشیش بکنیم. پس به این نکته خیلی خیلی توجه بکنیم. اگرم نگاه بکنین من از قلم‌های خیلی زیادی استفاده نمی‌کنم، سعی می‌کنم با همون یه دونه قلمایی که دارم تمام فرما رو درارم برای اینکه رنگتون چرک نشه. یک اینکه قلمتون رو خیلی نکشین، قرار نیست این مداد رنگ بکنیم، قلم رو تاچ بزنین فقط و فشار دست خیلی پایین. دوم اینکه توجه بکنین به هیچ عنوان قلموتون رنگ دیگه ای رو به خودش نگیره، رنگ قبلیتون رو به خودش نگیره، چه تیره چه روشن. خب همش پشت سر هم دیگه یه حالا دستمالی رو میتونید کف دستتون بذارید پشت سر هم دیگه تمیز بکنین. قلموتون به هیچ عنوان بیشتر از نصفش رنگی نشه، تا ته قلمو رو رنگی نکنین به هیچ عنوان. اگر قلموتون خیلی رنگ گرفت میتونین با تینر یا حالا قلمشو یا هر چیز دیگه تمیز بکنین، خوب خشکش بکنین و دوباره کار بکنین و حجم رنگی که درست میکنین ترجیحاً حجم رنگی نسبتاً بالایی باشه که بتونین به صورت حجیم رنگ رو بردارین و به صورت حجیم رنگ رو بذارین، نه اینجوری که انقدر کم باشه که مجبور باشین عین مداد رنگ بکنین. این یه سری از نکاتیه که گفتم و امیدوارم به دردتون بخوره. حتما توی ویدیوهای بعدی نکات خیلی 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 بهتری هم بهتون میگم که استفاده بکنید. قرار ویدیوهای بعدیمون بینی باشه، یه بینی نیم رخ و یه بینی تمام رخ. امیدوارم اونا رو هم ببینید و یه عالم لذت ببرین. حتما تمریناتون هم برای من بفرستین. لینک اینستاگرامم رو، حالا آیدی اینستاگرامم براتون میذارم. اگر سوالی هم داشتین خیلی تخصصی تر میتونید اونجا از من بپرسین. من در خدمتتون هستم. کلاس های حضوری مونم تهران برگزار میشه، اگه دوست داشتین میتونین تشریف بیارین و لطفاً سابسکرایب و لایک کردن و یه کامنت کوچولو زیر این پست گذاشتن رو یادتون نره.